دوخت ساسونه زیر سینه. ببینید اینو انتقال دادیم به طرف چپ و الان دوختش میزنیم. این تیکه رو که اضافه اینجا برسالیم برای اینه که کم و زیاد نیاد ساسونمون. روی هم گذاشته و دوخت. خب ساسونمون که دوختیم الان این ساسون پشتمون رو می‌ریزیم. پشتمون که فقط خط وسطش رو علامت دادیم، حواستون باشه که این تیکه وسط رو باید 1.5 سانت شما حق دوخت داشته باشین بگیریم ساسونتون و بعد سفتش کنیم. دوباره این طرف این تیکه رو که 3 تا خط وسطش رو 3 تا علامت رو داریم میگیریم و اینجا شما اگه تعادل ندارین میتونید 1.5 سانتتون رو توی خط وسط اینجا علامت بزنید که کم و زیاد نشه. ببینید اینجا سوزن رو میکنیم، دوباره علامتتون میگیریم، میچرخونیم پایه رو ادامه میدیم و به این نقطه سفتش. وقتی که ساسون پشت رو دوختیم حالا سرشانه کارمون رو میگیریم. حالا سرشانه‌شون رو میگیریم. اینجا چون میخوام آستینمو باز جا بدم، چون روش میز راحته، نمیام درز بغلمو بگیرم، اتو سردوز میزنم و میام آستین میکشم. خب دخترم این تیکه‌ای که برای 4 سانت سجاف گذاشته بودیم، این 2 سانت دکمه خور ما کاری نداریم، اون به لباس اضافه شده و این سجاف رو میایم لای میزنیم. 4 سانت من علامت زدم و لای میزنم. 1 سانت از لبه کارم میذارم چون من میخوام سجافمو 1 سانت تا بدم به طول و ببینید اینجوری میخوام 1 سانت هم تا بدم. خب وقتی که اینجوری 1 سانت هم تا دادم برمیگردونم به داخل و یه دوخت روی سجافم میزنم تا کارم هم از پشت و هم از رو تمیز بشه. اون یکی رو اتو کنم، بعد میریم برای بقیه مراحل. من اینجا که تا داده بودم یه بقیه میکنم. تیکه تای سجاف اینجا رو به داخل میزنم. میریم سراغ آستین. ما توی برش 10 سانت این تیکه رو آوردیم بالا و تاج رو بلند کردیم. حالا ببینید این تیکه که تقریبا تاج این قسمت رو میافتاد و چرخ میزنیم که تا این قسمت رو ما کارمون رو چین بدیم. درجه چرخ رو 5 میذاریم و شروع کنیم به جفت زدن. این تیکه رو چین میدیم. این چینش رو مرتب میکنیم. چرت وسطش رو هم مرتب میکنم تا بتونم توی چینا پیداش کنم. خب حالا میام روی کارم پیادهش کنم. ببینیم میذاریم تیکه رو روی درز بغل و دوخت. خب من باید مواظب باشم که این چرتی که در وسط سرشانه زدم روی دوخت سرشانه بیفته. پس چرتم پیدا کنم و روی دوخت سرشانه نگه میدارم و
شما سعی کنید چین رو اینجا مرتب کنید و بیشتر این چین در وسط سرشانه کارتون باشه. زدیم چینمون به این صورت. حالا این یکی آسیبمون. خب اینجا میایم در ظرافت کارمون رو بگیریم. من این قسمت آستین رو دستان تو نمیدوزم چون میخوام موچ بهش دوزم و کنم قطع کنم و میرم سراغ موچ و یقه کارم. بریم برای در آوردن موچ برایشون میزنیم. ما میایم دستمون رو به این صورت مشت میکنیم و دوره دست رو اندازه میزنیم. ببین اینجا دوره دست من، موچ دست من 27 در اومده. من اینجا 2 سانتیم دوخت دارم که میام دوره موچیمو 29 در میارم. خب این ترکی که حذف میشه و اینجا میام 29 علامت میزنم. خب ما اینجا قرار شد دور قد مچمون رو 5 سانت بزنیم. پس میایم اندازه 5 سانت تا میدیم که 1 سانت هم دوخت داریم میشه 6. من نیم سانت بیشتر میگیرم که کم و زیاد یا زیر عطورت نداشته باشه. 6 اندازه میزنیم. کارو بچیم. این از موچمون من ترجیح میدم با موچ لای پرشین بزنم و بعد بریزم. خب میریم برای در آوردن یقه کار. ببینید این تیکای اضافه آرایش میشه. میایم یقه رو روی هم میذاریم و اندازه میزنیم با متر ایستاده به این صورت 2 تا دور کار رو اندازه میزنیم که برای من اومده 24. خب میریم برای در آوردن یقه که من میخوام یقه شکاری بزنم به کارم. میام اینجا دور یقه رو اندازه میزنیم که 24 بود. از این اول اینجا یقه که میشه دلای بسته کار، یعنی وسط پشت 1.5 میریم بالا و به صورت خیلی هلال نرمی به حدودا نصف یکم بیشتره یقه صفر میکنیم. از این تیکه 7 سانت بالا میریم و به 7 سانت رو به رو وصل. خب ببینید ما اینجا یقمون حالت شیبدار و جلوی یقه کوچیک شد. میایم اینجا 2 سانت بالا میریم برای هم خوش‌فرم شدن یقه و هم ایستایی بهترش و 2 سانت هم خارج میشه. ببین یه حالت زاویه داره. میایم این تیکه رو به بالای کار وصل میکنیم و اینو به این تیکه‌ای که اندازه دوره یقه. این میشه یقه شکاری ما و این تیکه ها دور ریزه کار بکنیم. من با قیچی پارچه دارم قیچی میکنم ولی شما هیچ وقت این کارو نه. این میشه اضافه یقه. خب ما این تیکه یقه رو روی دلای بسته میذاریم و 2 تا دور کارمون رو دوخت میذاریم روی پارچه.
خب ببینید این مچه که در آوردم لایی زدم. پرشین بهتره که لطیفه و پارچه ما لطیفه بهتره که پرشین. یکسان تا دادم و اتو کردم. بعد میام کناراشو میدونه یکسان جای دوختی که داشتیم الان اینجا میدوزیم. برمیگردیم و یه اتو میزنیم. مچمون که اتو زدیم میاد میزان دوخت رو سر تا سر مچ یک اندازه میکنیم. یک کم و زیاد بود میزنیم که یک اندازه دوخت داشته باشیم. ببینید الان چپ کارو من آوردم که مچو بدوزم. یک سانت حق درز داشتیم اینجا تا میدیم و یه دوخت میزنیم. درجه رو درست میکنیم. یه دوخت روی کار میزنیم. ببینید اینو چین میدیم تا اندازه مچمون بشه. سعی کنیم بیشتر چینا قسمت روی دست بیاد تا کارتون زیباتر باشه. مچ رو چک میکنیم. من اینجا 2 سانت رو میخوام از کارم خارج کنم برای دکمه و جدا. بقیه کارم رو چک میکنم. الان میایم که کارمون رو تیکه چپ کارو شما میبینید و این تیکه که اضافه داره میذاریم توی چپ کارت و اون تیکه که میخوایم اضافه داشته باشیم به تیکه پشت طرف پشت کار من میخوام یه زبانه داشته باشم که وقتی دکمه میبندم کار تمیزتری داشته باشه. اینجا دقیقاً از کنار تای این تیکه روی دوخت میدم. خب اینو که دوختیم به حال برمیگردیم. ببینید این تیکه تای ما میاد روی راست پارچه، یعنی روی راست آستینه. این تیکه رو تا میدیم و شروع میکنیم به دوخت. دوختتون رو روی دوخت قبلی بزنیم که این کثیفی کار داخل کار باشه و از اون طرف هم یک دوخت زیبایی داشته باشیم. همیشه این تیکه روی کار رو یک کوچولو با دستتون هل بدین جلو که در آخر اضافه نیارین. این از دوخت مچیم. ببینید این طرف هم یک دوخت زیبا روی کار داریم که کارو شکل تر میکنه. خب مچمون رو دوختیم. حالا میریم سراغ روی راست مچ. خب ببینید من لای زدم کارمو و دوختاشو زدم. تو آموزش قبلی من یقش کاری کامل گذاشتم، برای همون اینجا فقط جهت یادآوری گفتم یه توضیحی براتون بدم. این گوشه های کارتون رو سبک میکنید تا کار خیلی تمیزتر برگرده. ببینید من الگوم روی لای دوختامو گذاشتم و که لایم سفت‌تر باشه دوختم روی لای زدم. وقتی دوخت رو سبک کردیم میتونیم یه دوخت اینجا دوخت سنگین روی تیکه‌ای که لای نداره بزنیم که بشه پشت یقه و دید نداشته باشه. دوخت رو اضافه دوخت رو هدایت کنیم به این طرف و روش دوخت بزنیم. وقتی این کارو میکنیم یقه خیلی زیباتر برمیگرده و
تیکه دوخت میره به طرف پشت کار و روی کار دیده نمیشه. حالا اتو میکنیم و می‌ریزیم. خب یا همون که اتو زدیم مثل ماچون این تیکه دوختشو یکسان میکنیم، هر چاش اضافه داشت میزنیم. بعد تیکه یقه رو چک میکنیم که اندازه هم باشه به طرفش. خب تا میریم سراغ دوختش. این تیکه که میخوایم بدوزیم و روی راست یقه، روی راست لباس میذاریم و این تیکه که برمیگرده میشه تیکه بیرونی یقه، اون که لایی داره. بعد دوباره دوخت رو از کنار همون تیکه زاپاسی که گذاشتیم شروع میکنیم. شما یک کوچولو که از یقه رو دوختین چک میکنین یقه‌تون که اندازه باشه. که اگه یک کوچولو مثلا کم یا زیاد بود از همین اول خورد بدین که یقه اندازه بشه. این درزای سرشانه رو به سمت پشت همیشه بدین. حالا برمیگردیم دقیقا مثل مچ. این دوخت باید روی دوخت قبلی باشه. دقیقا مثل مچ. این تیکه رو چک میکنیم که اضافه نیاریم، تیکه بالا که بیاد یقتون بعد فرم بشه. همیشه باید مساوی باشه. خب اینم از یقه کارم. من میرم اتو تکمیلی جادومه میزنم و تکمیلی کارو بهتون نشون میدم. یه شونیت زیبا داشته باشید.